آوریل سال 2021 تخمینا ساعت 14:20 راننده ماشین تمغه تویوتا کمری عزیزوف رحیم دولتوویچ سال تولدش 1962 ساکن جماعت دهات بوغگه نویه مومنوباد هنگام حرکت کردن از طرف شهر بوختر به سمت شهر دوشنبه واقع در حدود جماعت دهات غلاوباد به سمت مقابل راه برآمده با ماشین تمغه تویوتا کرولا تحت اداره علیموف کمال یوربوبویویچ سال تولدش 1974 ساکن جماعت شهرک وخش نویه وخش که با راه خود حرکت میکرد برخورد است. بنا به اطلاع مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در نتیجه صدمه مسافر داخل автомашین تمغه تویوتا کرولا خورسو گردک و مونیسا علیشیرونا سال تولدش 2014 جماعت شهرک سامانی شهر لیوکند جراحت جسمانی برداشته هنگام به بیمارخانه بردن در راه به هلاکت رسیده است. اینچنین مسافر دیگر автомашین مذکور مرد 42 و زن 35 ساله نابالغ 9 ساله همه ساکنان جماعت شهرک سامانیان شهر لیوکند همچنین مرد 34 ساله ساکن جماعت شهرک کیروف نویه بخش راننده ماشین تویوتا کمری عزیزوف و راننده ماشین تویوتا کرولا علیموف به سلامتیشان جراحت گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. تحقیق حادثه ادامه دارد. هر سال بر اثر صدمه ها در راههای تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده بیش از 1200 تن دیگر معیوب می شوند.